خب خانم باید حرف بزن. وای اوی کیه نگاه بکو، اینه نگاه بکو، ول کو اینه کوره، ول بکو به اینجا. خب بچه ها من سارا فوتومدیان و آمدم نایت کلاب. بریم ببینیم چه خبره. نایت کلاب یعنی کلوب شبانه. حالا کلوب چیزه بازی و اینا کرایه میدن، نه کلوب یعنی ای. ما تو کرمانشاه هیچ وقت اینا سارا خوددار باش، میدانم آمدی خارج ولی جلو خودت بگیر. هیچ موچتری چه میگه اینجا؟ بیا بای حرف بزن، بیا هیچ خود شیرینی بکو اول کاری میدانی؟ بتو خانم بیا بنیش اینجا. میدانی مکی اما بچه کرمانشاه باید قشنگ نگام بکنی. خانم ما خودمان حرف میزنیم. بورا بلند خارجی اروپاییه. برای تو چه میگی کنه دقت دیو برای اولا با سیورت شبیه موشت سرای میدی. نگاه بکو. نشست کنارم. بری چه رفتی خو یه لحظه گوشی نداره آوردم چون بکنم دایرکت نیست. باش برقصیم ببین خوبه تو بازی رفتیم خارج. آفرین. خب خانم بگو بینم چند تا خواهر برادرین؟ خانه تان کجاست؟ جون حرکات قایق. میگه نمیخوام ساله اینجا میگه نمیخوام. من چند سال تنها فقط دنبال آرامشم. جان تو خیلی دوست دارم. خب خانم باید حرف بزن. وای اوی کیه نگاه بکو، اینه نگاه بکو، ول کو اینه کوره، ول بکو به اینجا. چه کمالاتی. ببین من دقیقا عاشق همچین جلساتی هم. همه خانوم و خودم آقا. خانم حمام بودی؟ ببین من تازه کرمانشاه آمدم، نیاز به احساسات دارم. بیا گیرت آوردم عزیزگم. من تازه کرمانشاه مهاجرت کردم اینجا، کشور خارجی. آره دیگه جون. چقدر خوشگلی شما خانمی. کمالاتت یه جوری، لباست یه جوری قلیولی میکنه. این لباس مدل چیزه؟ یقه خیلی هفت. من گوشم با شما اصلا نگاه جای دیگه نمیکنم خانم. خب میفرمودی دیگه چه خبر؟